اگه بهت بگم یه دختری که توی دربار سلطنتی به دنیا اومد، آخر عمرش تنها، افسرده و بی صدا توی یه اتاق هتل در لندن به زندگی خودش پایان داد، باور میکنی؟ شاهدخت لیلا پهلوی، کوچکترین فرزند آخرین شاه ایران، دختری که سقوط یک حکومت رو توی کودکی دید، مرگ پدرش رو توی تبعید لمس کرد و سالها با غمی زندگی کرد که هیچ وقت درمان نشد. این ویدیو داستان سیاست نیست، داستان یه انسانه. داستان دختری که اسمش شاهزاده بود، اما سرنوشتش یکی از تلخ‌ترین تراژدی‌های تاریخ معاصره. اگه میخوای بدونی پشت لبخندهای رسمی این شاهدخت چه دنیای تاریکی پنهان شده بود، تا آخر این ویدیو با من بمون. لیلا پهلوی سال 1340 به دنیا اومد. آخرین فرزند محمد رضا شاه و فرح دیبا. برخلاف بقیه بچه‌های خانواده سلطنتی، لیلا خیلی آروم بود. درونگرا، کم حرف و شدیداً احساسی. خیلیا میگن محمد رضا شاه علاقه خاصی به لیلا داشت. لیلا هم به پدرش وابستگی عاطفی عجیبی داشت. وابستگی که بعدها براش خیلی گرون تموم شد. لیلا دوران ابتدایی رو توی مدرسه مخصوص نیاوران گذروند. اما هنوز 9 سالش نشده بود که همراه خانواده برای همیشه ایران رو ترک کرد. بعد از خروج از ایران تحصیلش رو توی مدرسه مریامانت در نیویورک ادامه داد. مدتی بعد دوره راهنمایی رو در مدرسه آمریکایی قاهره گذروند و در نهایت دبیرستانش رو دوباره توی نیویورک تموم کرد. لیلا بعد از دبیرستان وارد دانشگاه براون شد و توی رشته ادبیات و فلسفه درس خوند. سال 1992 بالاخره فارغ التحصیل شد، اما هیچ وقت نتونست از سایه غربت فاصله بگیره. سالهای دوری از وطن بین گرینیچ و پاریس در رفت آمد بود، چون فرح پهلوی بیشتر توی پاریس زندگی می‌کرد و لیلا هم همیشه سعی می‌کرد بهش نزدیک باشه. لیلا از نظر زبانی فوق‌العاده بود. فارسی، انگلیسی، فرانسوی و آلمانی رو کاملاً روان حرف می‌زد و به زبان‌های اسپانیایی و ایتالیایی هم تسلط داشت. اما چیزی که لیلا را خاص‌تر می‌کرد، علاقه عمیقش به فرهنگ ایران بود. رباعیات عمر خیام رو خیلی دوست داشت و حتی شعرهای مولوی رو به انگلیسی و فرانسوی ترجمه می‌کرد. با اینکه سالها از ایران دور بود، اما دلش هنوز اینجا بود. به شعر، ادبیات و هنر ایرانی علاقه جدی داشت. آثار هنری ایرانی جمع‌آوری می‌کرد و یکی از حامیان مالی دانشنامه ایرانیکا هم بود. لیلا هنوز یه بچه بود که انقلاب 57 همه چیز رو نابود کرد. فرار از ایران، قطع شدن ارتباط با وطن، جابجایی از این کشور به اون کشور، برای یک کودک این یعنی از دست دادن امنیت. لیلا نه فقط خونش رو از دست داد، بلکه هویت، خاطره و حس تعلقش رو هم گم کرد. سال 1350 محمد رضا شاه در مصر از دنیا رفت. لیلا اونجا بود، کنار تخت پدرش. دختری که بیشترین وابستگی عاطفی رو به پدر داشت، حالا باید با مرگش کنار می اومد. خیلی ها معتقدن از همونجا افسردگی عمیق لیلا شروع شد. افسردگی که هیچ وقت رهاش نکرد. لیلا بعد از اون برای تحصیل به آمریکا رفت. بعدها وارد دنیای مدلینگ شد. ظاهرش زیبا، اشرافی، بی‌نقص. اما پشت این ظاهر یه آدم شکسته بود. لیلا سالها با افسردگی شدید و اختلال بی‌اشتهایی عصبی دست و پنجه نرم می‌کرد. بارها بستری شد، بارها درمان گرفت، اما اون زخم قدیمی هیچ وقت بسته نشد. لیلا پول داشت، شهرت داشت، نام خانوادگی داشت که همه میشناختنش. اما چیزی که نداشت، معنای زندگی بود. نه ایران رو داشت، نه پدرش رو، نه یه زندگی معمولی. یه شاهد که هیچ وقت فرصت نکرد مثل بقیه آدم‌ها زندگی کنه. سال 2001 لیلا پهلوی در سن 31 سالگی در یک هتل در لندن پیدا شد. این بار دیگه خبری از درمان و امید نبود.
لیلا بعد از سالها مبارزه با افسردگی به صورت خودخواسته به زندگی خودش پایان داد. مرگی که خیلی ها رو شوکه کرد، اما برای کسانی که حال روحی لیلا رو میشناختن، پایانی قابل پیش بینی بود. در نهایت داستان لیلا پهلوی داستان سقوط یک حکومت نیست. داستان دختریه که قربانی تاریخ شد، قربانی سیاست شد و قربانی تنهایی. شاید اگه تبعید نبود، شاید اگه پدرش زنده میموند، شاید اگه فرصت یه زندگی عادی رو داشت، امروز لیلا فقط یه اسم توی تاریخ نبود. حالا نوبت توه. به نظرت لیلا پهلوی قربانی سرنوشت بود یا قربانی سیاست و تاریخ؟ نظرت رو توی کامنت ها بنویس و اگه این ویدیو برات تاثیرگذار بود، برای یه نفر بفرست که به تاریخ واقعی و انسانی علاقه داره.